آقا سلام علیکم آقا خوش اومدید به یه ویدیویی که چی بود ویدیو؟ نمیدونم. مجازات قرار بشیم امروز کلا در هر صورتی. ما اینجا یه سری آیتم داریم که سلام بیا خود سلام خوب است. بچه‌ها سعید امید سعید سعید رافسم چاکرم. آقا امروز سلام امروز قراره تو این ویدیو مجازات بشیم. چه با این چه با اینا 14 تا آیتم رو میذاریم. بعد هر کدوممون نوشتیم رو کاغذ اسمشون. خب هر کدوم به کدوم بزنم هر کدوم باید 7 تا کاغذ در بیاریم ببینیم چی توشه. بعد عرضم بزرگتون که همونا رو میریزیم داخل نون. داداشونه واسه چیزه اشکال نه زیاده. اونا رو بعد 7 تا رو که در آوردیم میریزیم لای نون. بعد آخرش بخوریم. از جمله تون ماهی که اینه. تون ماهی، لوبیا، چیپس، بادام زمینی، بیسکویت. خلاصش اینه که دیگه هر چی شانس باشه دیگه ساندویچمون از این تشکیل میشه. اگه نخوریم اون ساندویچ رو در آخر بعد اینو بخوریم. اینم تندترین شکلات دنیاست. بله. خب اول تو بردار. نه بذار اول من بردار. سعید میخوری تو اینو؟ نه اول تو بردار. ها؟ من بستگی داره. ببین اگه ساندویچ من تشکیل بشه از چیزایی که حتی این حتی لوبیا هم باشه، تون ماهی با بیسکویت هم حتی باشه. اسم چی بود؟ نه برای چیز دیگه بود. بیسکویت. آره. خب بعد چیپس هم باشه، اینا که دیگه همشون عالیه. ولی اگه مثلا این خامه و این چیزایی که میرینه توش باشه دیگه نمیشه دیگه. سولی به قرآن. این نگیری مثلا ویدیو. تو خودت میخوری ساندویچ با همه اونا؟ نه. به هیچ وجه. خب اول من برمی‌دارم. الان شما بردار. مرسی. واقعا مرسی. همینی که موند. همونی که بردار. بریم ببینیم چی. بسم الله. خیارشور. مرسی خیارشور رو بریز لانونه. آقا تو دیگه نداری اینو دیگه نه؟ ندارم. اونو بنداز بیرون. بنداز اونور. بنداز اونور سعید. مرسی. خونه خودتونه. خونه ایناست. خب ما خیارشورمون رو بعدش بشینیم غذا بخوریم سعید. 2 تا گذاشتم. یکم بذار. نوبت منه؟ 3 تا میذارم. بسته سعید میخوام بعدش غذا بخوریم. خب. آقا ان الله لواشک. تون ماهی. تون ماهی رو میجوشونی یا همینجوری میزنی؟ جوشوندم آوردم. ها جوشوندی آوردی. تون ماهی. نمیشه از همین الان مجازات بشم. تون ماهی خوبه خدایی. جدی میگم. تون ماهی و اینا رو با هم ترکیب کنیم. آره اون آره ولی من خودم تون ماهی با چیپس قاطی میکنم میخورم. خدایی به خدا. بچه‌ها یه برو رمز چپ راست داداش. خب یه چنگالی چیزی به من میدید بچه‌ها. خراب شده. چی شده؟ خراب شده. میمیریم نیست. نه شوخی کردم. خراب نشد. ممنونم. برو بیرون. تون ماهی. چه شانسیه. این همه چیز خوبی اینجاست. ناگت اونجا داره برق میزنه. نمیدونم کالباس اینجا داره برق میزنه. آجی تا الان عالی بوده. یه خیارشور سعید. نمیدونم خودت میدونی. تو میخوای بخوری. من میخورم مشکلی ندارم. بریز یه جوری باشه که خوبه گاز اول و دوم معلومه تو نوعی خالی خوشمزه. گاز اول و دوم دیگه در بر بگیره. 2 تا گاز دیگه بعد بلشون. خود الان هم نمیخوریم. خب او یادم رفت بگم بعد 2 تا گاز ازش بزنیم وقتی که تموم شد بعد ازش 2 تا گاز 2 تا یکی باز 2 تا نمیذارم زیرش قصه در بریم. خب منم بعد بفهم. بسم الله الرحمن الرحیم. این به نظر چی میاد؟ خراب شد. یه چاقو من بده. آقا ادامه ندیم دیگه. قیچی نه میریم. نه بخور اینو بخوری سعید. خامه قیچی اونا خوشم. آجی خامه خرابش کرد. عالیه. بهترین آیتم همین خامه است. مرسی از بچه‌ها. خامه دارم فکر میکنم میشه با کالباس. آره میشه بابا. بفهم. همونجوری که خیارشور رو زیاد ریختم بعد اینم زیاد بدید. 2 دونه خیارشور ریختم پس اینم 2 دونه. یکی نریختم. 2 دونه. نه اینو ببین میفشاریم حالا منو خر کردی دیگه. خب آقا خب بریم. نوبت من. همین. عافیت باشه.
چی؟ بابا چرا من نودل. شانس امروز اینجوریه؟ نودل خام قیریچ کنه زیر دندونه. بیا. کنده نمیشه. چیزی نیست یه خود مثل مورچه چیزی نیست. نودل خام. آجی نودل خام من خودم دوست دارم جدی. خوشمزه. آره واقعا. شما میام بخورید. اصلا مزه نمیده. انگاری داری مثلا یه چیز هیچی نمیخوری. ترد میخوری. آره. انگار هیچی نمیخوری. خب سعید جان. خب منم بفهم. همین که افتاد. همون برد. ژامبون مگه داری؟ مرسی تکمیل شد. خیارشور ژامبون آخه پیش هم باید باشن دیگه خدایی جدی. به قرآن بعد اینا اگه بیافته خب خوبه. خامه رو من تحمل میکنم اگه دیگه چیز بعد دیگه نیافته. یکی بس دیگه. نه دیگه همه دو تا گذاشتیم هم تا بذار دیگه. البته جا نمیشه. جا نمیشه. نصفش میخوای واسه. یکیش خوبه. شد. شانس وای خامه خرابش کرد. الان میفته واسه من نگاه کن. فقط اینجا نگاه کن. فقط اینجا نگاه کن. بالاخره یه چیز خوب افتاد من. خدا رو شکر به تو نیفتاد. الان من دیگه نمیتونم ناگت بردارم. خب زیاده بعد ویدیو میخوام. ناگت. چون شما دو تا گذاشتیم من دو تا. دلم واسه. اینجا هست خودش. یکی بخوریم تا موقع. ببین. زیر پامون تمام. تو اینا رو نوشتی؟ نه. خوبه. سس تون. سس هم اوکیه. گلوریا. بیا. باشه. سس هم اوکیه. چیزی که قابل خوردن باشه با این ترکیب خوبه. بیا. مزه خامه رو ببره. بگی داداش. نه خب اون قفش نیرویی که نمیاد. اومد. استفاده کرد. اینجا ببین. جهنم ساختم واسش. به دو گاز نمیرسه. خوب. خب اینم بزن اونجا دیگه. آجی گاز اول نون خالیه. نه. خب الان دیگه. واسه برای تو هم بس. نه دیگه. بیا برای تو هم کات کنیم. برای من هست داره. ها. بریم. من کی الان؟ توی. منم. نه ناگت تو برداشتی؟ من چی شما. برداشتم؟ من سس برداشتم. آره بریم. تورت. اینه. تورت. لیتس گو. تموم شد دیگه همه چی خوبه دیگه. نه این گو مونده. تخم مرغ مونده. من چرا اومدم مثلا خودم من نمیدونم چه ایده‌ای بود من نوشتم اومدم دارم میگم. چند تا؟ اینا خوش دو تا. همونجوری که همیشه همه چی دو تاه اینم دو تا. حاجی اینو کی میخواد بخوره؟ خب اوکی. بسم الله. فقط ببین چی دوست دارم بیفته چی دیگه چی همه چی که دوست داشتی افتاده اینم دیگه. خوبه اینم خوبه. گودا باری کلا دوستان به خاطر همین اتفاقی که کجا رفت به خاطر همین اتفاقی که الان تو این ویدیو افتاد این ویدیو رو حتما لایک کنید دوستان. آجی خدایی خراب شد من نمیخورم. قبل ویدیو هم گفتم خب سعید اونو باز کن. سعید اونو باز کن. آجی هی وای کجا بریزم؟ بریز توی خیارشور نه اینو بذار اینجا دیگه. ببین میخواستم بخورم دیگه اصلا نمیخورم. این برش ببین. آقا یه بشقاب به من میدی؟ سعید اینو بردار بزن تو رک. بزن ولشون گذاشتم اینجا. خب بریم. من تکلیفم مشخص. یه دستمال ولشون. برو. چیزی که دوست داشتی بهت بیافته سلطان. چیپس؟ بله. نمیخوری یا بزن. نه من امیدم از دست دادم. تمام. اون تخم مرغی که دوست نداشت بریزه توش ریخت توش. بس دیگه زیاده. خب شماری بادوم. حیف اینا آجی خدایی. کالبد چکافیش بود. وای چه زهرماریه. حاجی تخم مرغ خام واقعا همه عمرن نمیخوری. تو همه چی میرینه. تخم مرغ خام. اینو عمرن نمیخوری. بابا این چرا نمیاد؟ بیا. خوبه. تخم مرغ خام اصلا قابلیت اینو داره قشنگ. خب چرا ما هم می‌دونیم از کات خارج می‌شیم. توی بیا این برات. خب چرا الان تو برداشتی؟ من خودم می‌خوام. خب بردار. همینو برمی‌دارم. نباشه.
مرسی حداقل منم نمیتونم بخورم تو هم نتونی بخوری برو من نمیخورم اون خیلی تنده لواشک خیلی تنده خیلی افتضاحه لواشک چیه خب واسه الان بین این دوتا مونده دیگه بین این دوتا مونده آره همین دوتاست یا خدا امیدوارم این به تو بیفته که تو هم نتونی بخوری خدا درسته پیچی کن آقا سعید تو توی چیز ننوشتی با پوستش یا با خودش تنها خب اگه اینجوریه که بیا بکن من که نمیخورم باید بخوری اصلا مجازات نداری خب من برمیدارم گودا دیگه گودا پنیر گودا وای وایس یا خداش هم از دونه دونه برمی‌داره میریزه میخوای اینو با پوست بنداز تو رو قرآن وای من جا نمیشه بگم وایس زور بزن وای حاجی این خیلی کم بریز نریزه چرا گو میده حاجی خیلی بزار حاجی برای تو بدتر شد قبول داری خدایی من اینو بخورم چقدر بهم میدی به من ویدیو توه مهم نیست چقدر من میدی من اینو بخورم چقدر من میدی پنیر گودا رو 62 میخوری خدایی بخورم به خدا اگه بخوری دمت گرمه یه تومن دو تومن بذاری تو کارتو بخورم چقدر میدی مثل اون کلیپا دیدی یارو میگه من از اینجا خودم بندازم چه به من چه من بنداز اونجا خودم بندازم چقدر خب چیکار کنیم تو که نمیخوری من نمیخورم 100 سال سیاتون من نمیذارم اونو بخوری این چیه برو نکن بزن بخور من حداقل. نمیخوام اصلا حتی نمیخوام نزدیک نگاه چیه برای تو بدتره ولی خدا این میدونی واسه چیه میدونی چیه یارو خورده برگشت اومده دقیقاً این میدونی چیه این چیه یارو هم نخورده میخوری واقعا حاجی این شکلات حالا تندی شیر داریم شیر بیار من اینو با شیر بخورم بچه پای ما خیلی وای با پوستشون گاز اول بود برو یه گاز دیگه داری. یه گاز دیگه داری وای اینا رو ببری این چیه مهم نیست وای حالا داره بد میشه بیا حاجی بخور چه افتضاحیه بچه پایین بعضی وقتا باخت میده آقا نمیخورم گاز دوم نمیخورم مجازات میشه یعنی حاضر بودی اونم تجربه کنی اینم تجربه کنی اون نتونستم تجربه تو دیگه کنم خیلی باخت دادی خدایی. خوشبختانه اون نتونستم تجربه کنم بیا یکی برای تو بچه‌ها این خیلی تنده درجهش نشونشون بدم این خیلی تنده درجهش 5 یک 5 آقا الان اینا آب نباته اینجوری که من آب دارم نباته می‌بینم. ولی خب؟ تنده بعد الان قانون چیه باید بچوشیم در بیاریم دیگه نه یه دقیقه دهنت ببند اینو برو اینو نگفته بودی گفتی بچوشه در الان بیار. گفتم نه. الان گفتم یک دقیقه تو دهن خب چیزی که داری میگی برای خودت هم هست بدبخت یه چی بگو هر دو دست نخوری او بهش همونجوری بذار تو دهن بریم چقدر تو دهن یه دقیقه دیگه میمیری یه دقیقه منم میمیرم شیر کو 56 57 ادیتور تامنیل هم فرستاد دست در نکنه سرت درد نکند. آجی 30 ثانیه یه دقیقه دیگه بابا چیه این آخه زایی گوش کن ببین چیه چیه زایی آقا تو خب نه خدایی بده آجی آقا یه دقیقه تو دهن هم بمونه بریم خب من نمیچوشم اینجور رو هوا نگهش می‌دارم. نه دیگه باید دهن جوش کنیم بریم 1 2 3 1 2 3 تو خوشمزه خوبی؟ نه تو خوبی؟ وای بیشتر داره حال میده که ما دیگه هم بخوریم سری
یه دقیقه من گرفتم ولی حال میگم دومیش هم خوردم. حاجی یه چیزی بگم؟ دومیش هم خوردم. من دارم هر چی دارم میسوزم از اون سطح رویشه. بعدش دیگه شیرینه. شیرین میشه. یه ذره تنده بقیه‌اش شیرینه. دو تا دیگه نداره. گوه خوردم. گوه خوردم. گوه خوردم. سعی دو تا خوردم. سعی دو تا خوردم. سعی گوه خوردم. سعی. وای گوه خوردم. وای. یه دقیقه شد. یه زودتر ویدیو رو تموم کنیم بریم شیر بخوریم. آره؟ نمیشه الان بخوریم؟ نه ویدیو رو تموم کنیم بریم شیر بخوریم. ولی لولش واقعا نسبت به اون شکلات‌ها و چیپس‌ها یک. آره اون چیپس‌ها خیلی افتضاحه. باز اینا یه ذره آشای‌تره. داداش داره نمیشه. نمیشه. وای سرم داره گیج میرسه. کاش همین نمی‌خوردم. نه من خوشحالم از انتخابم. چاکر. خوشحالم. بریم آره. عقب. خوشحالم. آره. چاکر. آقا مرسی که این ویدیو تماشا کردید. ولی تو باختی. من تو بازی همونو گل. گاز زدی هم دو تا شکلات خب خوردی. باشه من یه ذره چون گنده بودم. دو تا خودم. مشخصه. چاکر. خدافظی کنیم. تیزیش داره میاد حالا تازه. تیزیش داره میاد. بذار وایس باز جذاب‌تر داره میشه. یه دونه دیگه بخوری؟ باش. آقا مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. حتما لایک کنید، ساب کنید، کامنت بذارید. برید سعیدم حمایت کنید. ساب نداره. حاجی خدایی چنلش پایینه. دمت گناه داره یه ذره بهش برسید. مرسی بیاد نصر. بالا برسه به ما. خدایی تا خمر نبود میخوردم. همه اونا بود جز تا خمر. تو خونه افتضاح شدی.